روشا تندرستیا اندام کمیتا ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا عبدالرحمن آپو دی زندان پارتیا اکتیا دموکراتیک پیدل عفرین خرابه. لگوری آگاهین آرکه روز بروز روشا تندرستیا سرکرده پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لعفرین خراب تردبه کد روژا 12 ماه هفتان سال 2017 پارتیا اکتیا دموکراتیک پیده اریشی مالا عبدالرحمن آپو اندام کمیتا ناوندیا پدک سکر و عبدالرحمن آپو بنچاف کرن و جبو زندانا رش برن. روز بروز تندرستیاوی دی زندانا رش لنافچه راجویا عفرین خراب تردبه. بتایبتی که او دو اودیا تکانه دیه که او جید هیله تندرستیاوی خراب تربه. هفجینا عبدالرحمن آپو جمال پرا روز آوا نیوز را راگهانده. تندرستیا عبدالرحمن آپو خرابه بتایبتی نها دو اودیا زندانا تکانه دیه و روشاوی دو اودیا تکانه ده هیله روشاوی درونی و تندرستی خراب تربه. هفجینا عبدالرحمن آپو دا زانین که پارتیا اکتیا دموکراتیک پیده ناهیله ام سردانا عبدالرحمن آپو بکن و هر پازر جان ریج مره ودکه دا که ام سرداناوی بکن. هفجینا آپو هر وها راگهان دو گوت تاوی که عبدالرحمن آپو نخوشیا شکر پیره لی ماناوید او ده که تکانه ده روشاوی تیگ بریه و زبانی ناهیلن عبدالرحمن آپو درکه و بهن ودانه لبربا یانجی لبر روکه وکه چاوا همی زندانی دردکوین بهن ودانه لی او ماف به عبدالرحمن آپوره نینه بتنه دهلن حفتانه جارکه یان دو جاران وره نویسنگه ها ریوبریه. هفجینا اندام کمیتا ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا عبدالرحمن آپو بانگ لره خصن مرووی و کسین بر پرسیار دکه که بزوترین دم فشاره لسر پیده بکن جبو سربسبردانا عبدالرحمن آپو حوالینوی که به سوج و سدم هاتنه بنچاف کرن. بدهان اندامو سرکردین انجمن اجتماعی کرد لسوریه و پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دی زندانین پیده دنه و تانها چارنوی ساوان ندیاره.